درد بدیه. هر روز صبح که بیدار میشی به خود میگی تو چه فایده برای دنیا داری؟ کارات چه فایده داره؟ چه ارزشی داره؟ اکثر اوقات تا ظهر میخوابی، کارات عقب میمونه. یه موقع هم کار واجب داری، بلند میشی میری کارات انجام میدی، ولی اصلا انگار ارزشی ندارن، فایده‌ای ندارن، لذتی ندارن. چرا؟ داستان تکراریه نیست. خیلی همون میتونیم خوب بفهمیمش. ولی واقعا سوال من اینه که چرا صبح که بیدار میشیم به خودمون نمیگیم تو با ارزش‌ترین آدم دنیایی، تو موفق‌ترین آدم دنیایی، تو شادترین آدم دنیایی؟ چرا شادیامون نمیبینیم؟ چرا به خودمون تلقین میکنیم که افسرده ایم؟ چرا کارامونو بی ارزش، خودمونو بی ارزش، بی لذت، در صورتی که این همه ارزش و لذت درشون وجود داره؟ واقعا دوست دارم هر موجود زنده‌ای توی دنیا شاد باشه. به خود این قولو بده، فردا صبح که از خواب بیدار میشی به خود بگی تو موفق ترین آدم روی کره زمین هستی. واقعا بهتره که خودتو یه آدم شاد بدونی تا افسرده. شادی و افسردگی جفتشون توی ذهن تو به وجود اومدن. انتخاب توه که ذهنت به سمت شادی میره یا افسردگی.